درود به همگی. موضوع ویدیوی امروز اینه که آیا ساورون برای پیروزی به حلقه نیاز داشت؟ یا بهتره بگم آیا ساورون بدون حلقه هم میتونست پیروز بشه؟ سگانه ارباب حلقه یه جورایی شبیه یه مسابقه بود. مسابقه‌ای که توش باید حلقه یگانه رو قبل از اینکه ساورون پیداش کنه نابود کرد. اما واقعیت اینه که این فقط ظاهر ماجراست. چیزی که خیلی‌ها نمیدونن اینه که ساورون اونقدر هم دنبال حلقه نبود. خب چرا؟ یکم بود، ولی نه اونجوری که بگیم تا خرخره تو نقش تعقیب و گریز و جاسوس بازی و این چیزا غرق شده باشه. در واقع ساورون خیلی شیک و خونسرد بالای برجش نشسته بود و میگفت حلقه اول آخر مال خودمه. فعلا دارم دنیا رو میگیرم. بذارید یه چیزی رو روشن کنیم. بجز هابیت های شایر که توی آرامش داشتن پیپشون رو دود میکردن و از زندگی روزمره لذت میبردن، بقیه سرزمین میانه سالها بود که تهدید ساورون رو حس میکردن. ساورون 3000 سال وقت داشته. 3000 سال. توی این مدت فقط توی مردور آفتاب نمیگرفته، بلکه یه ارتش جمع میکرد. یه ارتش بزرگ در مقیاس حماسی. اون طی این سالها هزاران اورک، اوروگهای، ترول و هرچی موجود شرور بود رو جمع کرد. درسته که اورک‌ها به باهوشی الفا نیستن، ولی وقتی یه لشکر از اینا میرزه سرت، هوش و ذکاوت آخرین چیزی که به کارت میاد. همونطور که توی پلنور دیدیم، یه ارتش بزرگ از اورک‌ها شکست خوردن، اما انگار از ارتش ساورون چیزی کم نشده بود. انگار اینا تموم شدنی نبودن. و تازه این فقط یه بخش از ماجراست. اینجا مردم شرقی هم وارد بازی شدن. مردم سرزمین‌های شرقی یه ارتش 200,000 نفره رو به سمت کوه تنها فرستادن و دورفا چندین سال توی محاصره موندن. به همین دلیله که توی نبرد نهایی به جز گیملی هیچ دورف دیگه حضور نداشت. ساورون با این لشکر عظیم هیچ نیازی به حلقه نداشت. اون برای این کار یه مشت نزگل فرستاد و اگه حلقه رو پیدا کردن که چه بهتر، اگه نکردن هم مشکل پیش نمی اومد. در واقع برنامه این بود: اول کل سرزمین میانه رو بگیر، بعد حلقه خودش میاد سراغت. ولی ساورون یه اشتباه کوچیک داشت. اون دشمن رو دست کم گرفته بود و همونجا بود که 2 تا هابیت کوچولو یواشکی از وسط مردور گذشتن و حلقه رو درست زیر دماغ ساورون نابود کردن. ساورون شاید اگه یکم زودتر حمله میکرد، الان همگی اون رو به عنوان پادشاه سرزمین میانه میشناختیم. درسته که حلقه و ساورون نابود شدن، اما مسئله اصلی هنوز باقیه. اگه اون ارتش عظیم ساورون زودتر راه میافتاد، اگه ساورون کمتر مغرور بود، شاید سرزمین میانه الان زیر سلطه تاریکی بود. اگه از اینجور تحلیل‌ها خوشت میاد، حتما کانالمون رو ساب کن که هنوز کلی سوال جذاب داریم برای کنده‌کار.